of Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you're all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson. Grade 11 English book, Unit 4, Lesson 7 and 8, Part 1, page 60. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگردای عزیز. امیدوار هستم که خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما و شما. کتاب انگلیسی صنف 11 فصل 4 درس 7 و 8 بخش اول صفحه 60 کتابتان. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. بچه‌ها قبل از اینکه بریم ما درس جدید خود آغاز کنیم چه خوب است یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. In the previous lesson, dear students, we have studied one section and that section was revision. بچه‌ها ما شما در درس گذشته یک بخش را آموختیم و او بخش revision یا تکرار بود. واقعا ما شما درس‌های جالب را خواندیم، درس‌های مفید و کاربردی را خواندیم. اگر شما باید داشته باشین ما شما استراکچر ها یا ساختارهایی را خواندیم. قضیه F را خواندیم یا F clause را خواندیم. F present F present future و امیر رقم درس‌های دیگه بود که کم و بیش چی شد؟ تکرار شد بر ما شما. مثلا taking out who which that. این درس‌های بود که ما شما در مجموع در درس‌های گذشته خواندیم و یاد گرفتیم و آموختیم. خب بیاین که کوتاه موارد درس امروز خودم مرور کنیم ببینیم کدام درس‌ها را کدام بخش‌ها در درس امروز ما شما قرار است که بخوانیم و یاد بگیریم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Dear students, in today's lesson we will study one section and that section is revision. شاگردان نهایت عزیز ما شما در درس امروز قرار است که یک بخش را بیاموزیم و او بخش revision تکرار یا مرور است. بچه‌ها درس امروز ما شما واقعا یک درس جالب است. ما شما در درس‌های گذشته، البته در درس‌های گذشته تر براتون بگویم، ما شما کم و بیش فهمیدیم که اگر ما شما با یک لغت با یک کلمه جدید روبرو میشیم چی کنیم؟ گفته بودیم که کلمات ما قبلش بخوانیم، کلمات بعدیش بخوانیم تا معنا و مفهوم او کلمه را درک کنیم. در درس‌های اول بود یک کلمه بود به نام کنتکی. کلمه کنتکی ما شما نمیفهمیدیم که چی هست تا اینکه کلمات قبلیش خواندیم، کلمات بعدیش خواندیم، فهمیدیم که کنتکی چی است؟ نام یک جای است در ایالات متحده آمریکا. خب امروز در درسی که ما شما قرار است بخوانیم و یاد بگیریم بخش رویژن یا بخش تکرار یا مرور. بچه‌ها حالا ما شما میریم عملا کار میکنیم، عملا میبینیم که یک کلمه را ما شما نمیفهمیم، در حال که ما شما چی میکنیم؟ یک متن را، یک پاسیج را ما شما میخوانیم، با یک کلمه جدید سر میخوریم، اصلا اون کلمه را ما شما نمیفهمیم که چی معنا میده. چگونه ما شما بتونیم که معنای از او را حدس بزنیم؟ خب این درس بر ما شما کمک میکنه که چی کنیم؟ امی ابیلیتی، امی اسکیل، امی مهارت ما بلند بره. درست؟ خب بریم درس خود شروع کنیم. قبل از اینکه درس خود شروع کنیم بچه‌ها براتون کارخانگی سپرده بودم دیگه، حتما انجام دادین. تا آخر میبینیم. درست؟ قلم، پنسل، کتابچه همه چیز آماده. بچه‌ها صفحه 60 کتابتان را متوجه باشین. میخوانیم و یاد میگیریم. revision تکرار یا مرور. با ادامه درس‌های گذشته خود شروع میکنیم. بچه‌ها ببینین چی گفته شده. healthy eating خوراک سالم. A. You won't need a dictionary for these words. بر ما شما گفته شده که شما به دیکشنری یا به فرهنگ لغت ضرورت ندارین بر این کلمات. خب چطور؟ بیاین که ببینیم. These new words are from healthy eating page 62 and 63. این کلمات جدید را که ما شما امروز قرار است بخوانیم بچه‌ها این کلمات، این لغت ها از کدام درس است؟ از درس خوراک سالم صفحه چند؟ 62 63. ما شما اصلا نخواندیم او درس، یاد نداریم او درس را،
حتی یک ریویو هم نکردیم، یک تکرارم نکردیم، بخاطر که فعلا ما شما در صفحه 60 کتابتان هستیم و این درس از صفحه 62 و 63 است. بچه‌ها دقت کنین. Look carefully at each one and read the words around it. بچه‌ها گفته شده که به هر کلمه دقت کنین، با دقت ببینین به هر کلمه و کلمات چهار اطرافش. Then choose the correct definition to show you have understood the word. و بر ما شما طرف چی داده؟ یک تعریف داده و گفته شده که تعریف درست را شما انتخاب کنین. از روی چی؟ از روی این کلمات چهار اطراف شما میخوانین، معنی درست، تعریف درست را شما انتخاب کنین که فهمیده شود که چی؟ فهمیده شود که شما معنی کلمه را درک کردین. خب بیاین که کار کنیم بخیر. خب بچه ها از کلمه اول شروع میکنیم. نمیشه دیگه که تمام کلمات را ما شما در درس امروز کور کنیم، پوشش بدیم بخاطر که شما خوبتر درک کنین. دو بخش ساختیم درس را، درست؟ خب کلمه اول ما شما چی هسته؟ nutrients. nutrients ما شما نمیفهمیم که nutrients چی معنا میده. بیاین که حداقل 3 2 یک جمله قبلتر و بعدترش بخونیم تا معنی چی را بفهمیم؟ nutrients. خب دقت کنین. nutrients. Our bodies need food which gives us 5 special substances. These substances called nutrients are proteins, carbohydrates, fats, minerals and vitamins. خب ما شما هدف اصلی ما شما کلمه چی هسته؟ nutrients. nutrients چی معنا میده؟ گفته شده که ببینین these substances called nutrients are proteins, carbohydrates, fats, minerals and vitamins. خب ما شما کلمات قبلترش هم خواندیم، کلمات بعدیش هم خواندیم. بر ما شما 4 جواب داده شده فعلا، 4 definition، 4 تعریف. A nutrient is a special kind of vegetable. nutrient یک نوع از سبزیجات است. A nutrient is a special kind of meat. nutrient یک نوع خاص از گوشت است. A nutrient is a special substance which we need in our food. nutrient یک مواد خاص است که ما در وعده های غذایی خود به اون نیاز داریم. یا هم D. A nutrient is a special kind of junk food. nutrient یک چی است؟ غذای ناسالم است. خب زمان که ما شما کلمات را میخوانیم، زمان که ما شما جملات را میخوانیم، میفهمیم که جواب C درست است. حلقه میکنیم و در خانه خالی چی میکنیم؟ نوشته میکنیم C. A nutrient is a special substance which we need in our food. nutrient یک چی است؟ مواد خاص است که ما در غذای خود به او ضرورت داریم. یعنی میتونیم بگوییم nutrient میشه مواد مغذی، درست؟ بهش میریم با کلمه دوم. کلمه دوم ما شما deficiency. خب ما شما نمیفهمیم که deficiency چی معنا میده. میخوانیم There are diseases which are called deficiency diseases. خب از یه فهمیده میشه که deficiency یک نوع چی است؟ بیماری است، disease است. These are caused by not getting enough one or another kind of food. خب deficiency فهمیدیم که چی است؟ یک نوع بیماری است. خب این حال بیاین که چی رو بینیم؟ تعریفات چه بینیم. A deficiency in your diet can result from eating. deficiency در رژیم غذاییتان میتونه که چی باشه؟ نتیجه خوراک چی باشه؟ Only one kind of food، فقط یک رقم غذا. Only healthy food، فقط غذای سالم. Too much food، غذای بسیار زیاد. Many kinds of food، چندین نوع غذا. خب ما شما زمانی که جملات را خواندیم فهمیدیم که deficiency یک نوع بیماری است. پس ما شما چی میکنیم؟ میبینیم که در تعریفات گفته شده که a deficiency in your diet can result from eating only one kind of food. جواب A درست است. deficiency نتیجه چی میتونه باشه در غذای ما شما، در خوراک ما شما؟ نتیجه خوردن یک رقم غذا.
مثلا صبح شب ما شما چی نوشجان کنیم؟ یک غذا، مثلا لوبیا، مثلا چپس، یک نوع غذا. deficiency چی از بچا؟ یعنی که کمبود یک ویتامین یا یک بیماری که مثلا یک ویتامین کمبود می باشه. deficiency کمبود یک چیزه، ویتامین می باشه یا هر چیز دیگه که می باشه. خب بچا پیش میریم. کلمه سوم دقت کنین. calcium. calcium one important mineral for strengthening our bones and teeth. خب شاید شما با نام کلسیم آشنا باشین. این همون کلسیم هسته. خب بیاین که چی کنیم؟ ببینیم که در تعریفات چی افته. calcium is a kind of junk food. کلسیم یک نوع غذای ناسالم است. is a kind of disease یک نوع مریضی است. is a kind of fish یک نوع ماهی است. is a kind of mineral یک نوع مواد معدنی است. خب بر ما شما گفته شده بود که one important mineral for strengthening our bones and teeth. میبینیم که گفته شده one important mineral. پس چی میکنیم؟ جواب دی را حلقه میکنیم. این جواب دی درست است. خب پیش میریم. کلمه چهارم. scurvy. scurvy hundreds of years ago sailors often became sick with a disease called scurvy. خب باز هم فهمیدیم که scurvy چی است؟ scurvy یک نوع مریضی است، یک نوع بیماری است بچه‌ها. درست؟ خب بیاین که چی کنیم؟ جوابات را ببینیم یا تعریفات را یا معنایش را. scurvy is a fruit, a vitamin, a disease, a protein. آیا scurvy یک نوع میوه است، یک نوع ویتامین است، یک نوع مریضی است، یک نوع پروتئین است؟ خب بر ما و شما گفته شده که در جمله گفته شده که hundreds of years ago sailors often became sick with a disease called scurvy. بر ما و شما بسیار بزرگ نوشته کرده که with a disease called scurvy. ما و شما میفهمیم که چی؟ scurvy یک نوع چی است؟ مریضی است. پس جواب سی درست است. a disease یعنی کمبود ویتامین سی را برش میگن scurvy. خب پیش میریم. کلمه پنجم بچه دقت کنیم. limes. vitamin C is found in orange, lemon and limes. ببینین بچه گفته شده که چی؟ limes. ویتامین C پیدا میشه در چی؟ در اورنج، نارنج، لیمون، لیمو and limes. خب limes یعنی که لیموی ترش. خب ببینین که چی گفته شده. بچه ها در کتابتون یک کمک اشتباه شده. LIM باز عدد 3 نوشته شده، اما عدد 3 نیست. ببینین پایینشه ES پایین آمده. خب بر ترتیب limes are probably a kind of limes شاید یک نوع چی باشه؟ meat گوشت باشه، fruit غذا باشه، carbohydrate قند باشه، mineral مواد معدنی باشه. چه فکر میکنین بچه ها؟ کدامش درست است؟ دقیقاً که limes are probably a kind of fruit. لیموی ترش شاید چی باشه؟ یک نوع چی باشه؟ fruit یا میوه باشه. meat گوشت که نیسته، carbohydrate قندم که نیسته و mineral مواد معدنی هم نیسته. پس چی است؟ fruit میوه. خب بچه ها این بود 5 کلمه ما و شما که تعریفش خواندیم، در جملات دیدیم و چی کردیم؟ ما و شما تعریفاتش را معنایش را پیدا کردیم. خب بچه ها کسی اگر مشکل داره میتونین که مشکلاتتان را بگوین. کسی که جایش نفهمیده میتونین که بپرسین. اگر فهمیدین که بریم بخیر درس خود جمع بندی کنیم و کارهای خانگی را بگوییم و درس خود ختم کنیم. فردوس چرت میزنی خنده بچه ها؟ خب سوال نیست بچه ها؟ قلمک نزن دیگه. مباشر تشکر. خب سوال نیست بچه ها؟ عالی است. بریم کوتاه درس خود جمع بندی کنیم و بعدش کارهای خانگی را بگوییم، بعدش هم خداحافظی کنیم. خب dear students, in today's lesson we have studied one section and that section was revision. بچه ها ما و شما در درس امروز یک بخش را مختیم و او بخش revision تکرار یا مرور بود که ما و شما خواندیم یاد گرفتیم. کلمات بود. ما و شما امروز 5 کلمه را چی کردیم؟ کاور کردیم، پوشش دادیم، خواندیم یاد گرفتیم، معنایش را خواندیم. البته کلمه را در جملات دیدیم، خواندیم،
از روی جملات چی کردیم؟ امو معنایش را یا تعریفش را ما شما پیدا کردیم و جواب درست را حلقه کردیم و در خانه خالی نوشته کردیم. واقعا درس جالب بود. بریم به طرف کارهای خانگی بچه ها. کتابچه کارخانگی تان همراه قلم پنسل تان آماده که نوشته کنین homework کارخانگی. Write 6 sentences for simple future tense. Write 6 sentences for simple future tense. بچه ها در این روزا ما برتان تصمیم گرفتیم کارخانگی بسپارم برتان راجع به زمان ها، تنس ها. بخاطر که یک چند وقت میشه که ما شما از تنس ها و زمان ها دور هستیم، شما فراموشتان نشه که simple future tense چی بود یا simple present tense چی بود، present perfect tense چی بود. ایره باید تمرین شه و تکرار شه. خب 6 جمله تحت زمان آینده ساده نوشته میکنین. بسیار خوب بچه ها، این بود درس امروز ما شما. امیدوار هستم که درس امروز یاد گرفته باشین، براتون مفید و موثر تمام شده باشه. کارهای خانگی فراموشتان نشه، درسایتان هم بخوانین. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خدا میبینیم. شما را به الله یک تا و به هم تا. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.